با سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما ملیکستی‌های عزیز و دوست داشتنی خودم. خواستم قبل از شروع فصل جدید اول از همه از همتون بابت تک تک حمایت هایی که از من میکنید توی لایک ها، کامنت ها و سابسکرایب ها تشکر بکنم. ممنونم از حضورتون، ممنون که هستید و خواستم سال جدید رو به همگی شما عزیزانم تبریک بگم. امیدوارم که یک سال فوق‌العاده باشه براتون، پر از خنده های از ته دل، پر از شادی و سلامتی. و خواستم معذرت خواهی بکنم ازتون بابت تأخیری که داشتم. در واقع باید بگم که من کم کم داشتم منصرف می شدم و ناامید می شدم از ادامه کار، ولی باید بگم که کامنت هایی که کم کم دریافت کردم و لطفتون به من باعث شد که یه انرژی دوباره بگیرم و از اول شروع بکنم. به مناسبت سال جدیدم گفتم که یک شروع پرقدرت داشته باشیم و امیدوارم که دیگه تأخیری پیش نیاد و پشت هم قسمت‌های جدید رو آپلود بکنم. ممنون میشم که اگر به حمایتاتون همینطور ادامه بدین و به من بگید که کجای کار رو میتونم بهتر بکنم تا شما عزیزان لذت ببرید. ممنونم باز هم از حضورتون. بریم که فصل جدید رو شروع بکنیم. کتاب صوتی مغازه جادویی اثر دکتر جیمز آردوتی، مترجم فروزان ساعدی، فصل 5، 3 آرزو. تابستان با قول روس برای یاد دادن بزرگترین، قدرتمندترین، مخفیترین و متحول کننده ترین ترفند جادویی تمام دوران به من داشت به پایان می رسید. هنوز نمی دانستم که این ترفند چیست، اما تصور می کردم به بزرگترین جادوگری تبدیل خواهم شد که تا به حال صحنه ها به خود دیدند. بیشتر شعبده بازان روسری، کبوتر یا کلاه، خرگوش یا کارت‌های معلق در هوا ظاهر می‌کردند. حیله‌گرترین آنها می‌توانست خودش را ظاهر کند. او به شکلی جادویی ناگهان در وسط صحنه خودش را نمایان می‌کرد. تابستان من با امید یا چیزی که مشتاقانه منتظرش بودم شروع نشده بود، اما روز مثل غول برای برآورده کردن 3 آرزو از چراغ جادو بیرون آمده و گفته بود که هر چیزی را که بخواهم به دست می آورم. این آخرین هفته ای بود که روز اینجا بود و انگار این 6 هفته هم یک عمر طول کشیده و هم در یک لحظه گذشته بود. 6 هفته برای یادگیری 4 ترفند زمان زیادی به نظر می رسید، اما روز به من گفت که بیشتر افراد به سالها زمان نیاز دارند تا این نوع جادو را یاد بگیرند و بر آن مسلط شوند و من باید به تمرین ادامه دهم و آن را در طول عمرم به یک عادت تبدیل کنم. برای همین تا آنجا که می توانستم به مغازه جادوگری می رفتم. هر روز به تمرین ترفندها ادامه می دادم تا زمانی که خوب بر آنها مسلط شوم. در این صورت بود که روز موافقت می کرد به سراغ ترفند بعدی برود. سعی کردم به این فکر نکنم که بعد از رفتن او چه کار می کنم یا چند روز باقی مانده از تابستان چگونه سپری می شود. فکر کردن به شروع مدرسه باعث می شد احساس اضطراب کنم. هر بار که دچار نگرانی می شدم نفس کشیدن را تمرین می کردم و بدنم آرام می شد. روز گفت که نگرانی اتلاف وقت است. اما من همچنان نگران مدرسه و مادرم و پدرم بودم و اینکه آیا اول سپتامبر که سررسید اجاره بها می رسد از خانه بیرونمان می کنند یا نه. اوضاع در خانه چندان عالی نبود. مادرم بیشتر و بیشتر افسرده به نظر می رسید. پدرم شغل اخیر خود را از دست داده بود، چون به جای رفتن به محل کارش به سراغ خوردن مشروب رفته بود. حالا هم فقط در خانه نشسته بود و سیگار می‌کشید و تلویزیون تماشا می‌کرد. به من قول داده بود که کرایه خانه را پرداخت می‌کند و مدام به من می‌گفت که نگران نباشم، اما وعده‌هایش اهمیت چندانی نداشت. من نگران بودم.
نگران بودم که ما را بیرون کنند. نگران بودم که مادرم دوباره خودکشی کند. نگران بودم که پدرم مشروب بخورد و پول کمی که برای ما مانده را دود کند و نگران برادر بزرگترم بودم که به اتاق مشترکمان پناه می برد و گریه می کرد. نمی توانستم گریه کنم. من بودم که باید آنها را کنار هم نگه می داشتم. من بودم که باید پدرم را در بارها پیدا می کردم و پولی که خرج نکرده بود را از او می گرفتم. من بودم که وقتی مادرم دوباره اقدام به خودکشی می کرد و امدادگران می رسیدند مجبور می شدم سوار آمبولانس شوم. من بودم که باید از برادرم در برابر بچه هایی که او را مسخره می کردند محافظت می کردم. با آه عمیقی وارد مغازه جادویی شدم. نیل از پشت پیشخوان برایم دست تکان داد. روز قبل که داشتم میرفتم برایم از انجمن مخفی شعبده بازها گفت. برای عضویت در آن باید دعوت می شدی و قول می دادی که هرگز اسرار آنها را برای افراد غیر عضو فاش نکنی. نیل گفت من یکی از مهمترین رازها رو بهت میگم. تو باید به جادوی خودت ایمان داشته باشی. این چیزیه که یه شعبده باز رو معرکه میکنه. اون داستانی رو که برای مخاطبش تعریف میکنه باور داره. خودش رو باور داره. منظورم توهم‌ها یا تشویق‌ها یا ترفنداش نیست. توانایی شعبده باز برای باور به خودش و توانایی اون برای ایجاد باور در مخاطبه که مهمه. نباید هیچ ترفندی رو به ضرر مخاطب انجام بده. سحر و جادو، شلوغکاری یا کلاهبرداری نیست. یه شعبده باز واقعی مخاطب رو به دنیایی میبره که توی اون دنیا هر چیزی ممکنه. همه چی واقعیه و چیزای باور نکردنی باورپذیر میشن. از نیل پرسیدم که چرا این را به من میگوید، چون من مطمئناً عضوی از هیچ انجمن مخفی شعبده بازی نبودم. البته هنوز. تو قراره جادوهای بزرگ انجام بدی جیم. من اینو میدونم. مامانم میدونه، اما خودت هم باید بدونی. باید واقعاً باور داشته باشی. این مهمترین چیزه. این بهترین راز از همه اسرار جادوییه. فردا که آخرین ترفند رو یاد گرفتی و حتی بعد از رفتن مادرم این رو به خاطر داشته باش. روز شمع بزرگی روشن کرده بود و آن را روی یک میز کوچک که بیشتر شبیه سینی تلویزیون بود تا میز وسط دفتر پشتی قرار داده بود. تا حالا آن شمع را ندیده بودم. یک استوانه شیشه‌ای قرمز بلند که دور تا دورش خطوط چرخشی قهوه‌ای و نارنجی داشت. داخلش سفید بود و تقریباً 1/3 شیشه ارتفاع داشت. برای همین خطوط چرخشی استوانه باعث می شدن شعله در حال حرکت و رقصیدن به نظر برسد. چراغ اتاق را خاموش کرده بود. بنابراین نسبتاً کم نور بود و مرموزتر از همیشه به نظر می رسید. از روز پرسیدم این بوی چیه؟ او گفت چوب صندل. برای رویا دیدن خوبه. با خودم فکر کردم شاید قرار است جلسه احضار روح داشته باشیم یا اینکه روز قصد دارد یک تخته ویجی بیاورد. درست مثل روز اول هیجان زده و عصبی بودم. پاورقی، تخته ویجی، تخته صاف و مستطیل شکل است که برای احضار ارواح از آن استفاده می شود. بر روی این تخته کلمات نه، بله، سلام، خداحافظ، اعداد 0 تا 9 و حروف الفبا را به همراه اشکال و نمادهایی می نویسند یا حک می کنند. بشین. روز به من لبخند زد و دستش را روی شانه‌ام گذاشت. می دانست که مدت هاست منتظر این ترفندم. روبروی من نشست و چند دقیقه به چشمانم خیره شد. جیم، به هم بگو بیشتر از همه از زندگی چی می خوای؟ نمی دانستم چه بگویم. میدانستم که پول میخواهم، آنقدر که دیگر نگران چیزی نباشم، آنقدر که هر وقت چیزی خواستم بتوانم بخرم. میخواستم آنقدر پول داشته باشم که مردم تحت تأثیر موفقیت من قرار بگیرند و من را جدی بگیرند. آنقدر پول که خوشحال باشم و مامانم افسرده نباشد و پدرم لازم نباشد مشروب بخورد. تا حد ممکن دقیق بگو.
کمی خجالت می‌کشیدم آن را با صدای بلند بگویم، اما به هر حال این کار را کردم. یه عالمه پول میخوام. روز لبخند زد. چقدر پول؟ دقیق بگو. هرگز به این فکر نکرده بودم که دقیقاً چقدر پول لازم است تا همه این چیزها محقق شوند. هیچ نظری نداشتم. گفتم به اندازه کافی. روز خنده کوتاهی کرد. جیم، ازت میخوام که با صدای بلند به هم بگی اندازه کافی چقدره؟ در موردش فکر کردم. مردی را کنار مدرسه دیده بودم که سوار پورشه تارگای نقره‌ای بود. حتما در همان نزدیکی زندگی میکرد یا محل کارش در همان نزدیکی بود. خیلی باحال به نظر میرسید. یک روز قسم خوردم که یکی از آن ماشین ها را داشته باشم. یاد آن همکلاسیم افتادم که پدرش شرکت ساختمانی خودش را داشت و من را برای بازی به خانه‌اش دعوت کرده بود. خانه بزرگی بود، مثل عمارتی با یک حیاط خلوت بزرگ و یک استخر غول‌پیکر و یک زمین تنیس. قصد داشتم روزی در چنین خانه‌ای زندگی کنم. یاد پدر دوستم افتادم که در کنار استخر دراز کشیده بود و ساعت رولکس طلایی پوشیده از الماس بر دستش بود. آن را درآورد و روی میز گذاشت. وقتی که دید به ساعتش نگاه می‌کنم، گفت می‌توانم آن را در دستم بگیرم. خیلی سنگین بود. به من گفت که جنسش از طلای جامد است. قیمتش را از او پرسیدم. نمیدانستم که پرسیدن این سوال بی‌ادبانه است. او بدون پلک زدن گفت $6,000. این رقم در سال 1968 ثروت زیادی به حساب می آمد. به خودم گفتم که روزی من هم چنین ساعتی را دستم خواهم کرد. بعد یادم آمد وقتی که جزیره فانتزی را تماشا می کردم خودم رویای مالکیت جزیره را داشتم. آن وقت می توانستم هر آرزویی را که داشتم برآورده کنم. می خواستم دندان کجم را درست کنم تا مردم مسخرم نکنند و دیگر از خندیدن خجالت نکشم. می خواستم به رستوران‌های شیک بروم مثل جاهایی که در تلویزیون دیده بودم. می خواستم آنقدر ثروتمند باشم که مکانها به نام من باشند. وقتی همه آن چیزها را به دست می آوردم احساس خوبی داشتم و این چیزی بود که بیشتر از همه می خواستم. حالم خوب باشد. گفتم خیلی زیاد. اونقدر زیاد که برای داشتن همه چیزهایی که می خوام کافی باشه. بعد از گفتن این حرف روز حتی درنگ نکرد و پرسید چقدر کافیه؟ فکر کردم بگویم $2,000,000 اما نمیخواستم فکر کند حریصم. بالاخره گفتم $1,000,000 کافیه. روز از من خواست چشمهایم را ببندم. او از من خواست که بدنم را آرام کنم و ذهنم را از افکارم خالی کنم. بعد گفت قلبم را باز کنم. هنوز در مورد باز کردن قلب مطمئن نبودم، اما سرم را در بین انجام این کارها تکان دادم. او گفت جیم، حالا ازت میخوام خودت رو ببینی که به اندازه کافی پول داری. $1,000,000 رو توی ذهنت مجسم کن. اول یک اتاق پر از پول دیدم. پشت اسکناس از کف تا سقف. روز از من پرسید که در ذهنم چه چیزی را تصور کردم و من اتاق را برایش شرح دادم. جیم، نمیخوام خود پول رو ببینی. ازت میخوام خودت رو طوری ببینی که انگار پول کافی داری. میدونی منظورم چیه؟ جواب دادم نه واقعا. 2 راه برای به تصویر کشیدن خودت توی ذهنت وجود داره. یه راهش اینه که انگار داری فیلمی رو درباره خودت تماشا میکنی. راه دیگهش اینه که انگار از چشمای خودت دنیا رو نگاه میکنی. ازت میخوام تصور کنی وقتی $1,000,000 داری دنیا برات چه شکلیه. سعی کن دنیا رو از چشمای میلیونر خودت به تصویر بکشی. تصور کن همین حالا تمام پولی که میخوای رو داری. دقیقاً چی میبینی؟ چشمهایم را بستم و سعی کردم آینده را تصور کنم. یک پورشه تارگای 911 دیدم. نقره‌ای بود. اما نمیتوانستم چیزی را از چشم خودم ببینم. میتوانستم خودم را در حال رانندگی با آن ببینم، اما از راه دور. انگار در حال تماشای تلویزیون بودم. خودم را دیدم که در رستورانی شیک مشغول غذا خوردن هستم. عمارت بزرگی را دیدم که تقریبا شبیه قلعه بود. وقتی سعی کردم به این چیزها طوری نگاه کنم که انگار مال من است، همونطور که روز گفت، نمیتوانستم این کار را انجام دهم.
همه چیز شبیه فیلمی بود که داشتم میدیدم و حتی تصورم برای مدتی بیش از چند ثانیه سخت بود. به روز گفتم فکر میکردم کار آسونی باشه اما سخته. در مورد پورشه 911 و خودم که سوارش بودم و انگار فیلم تماشا میکردم به روز گفتم این کار به تمرین و زمان بیشتر نیاز داره. بعد میتونی پورشه رو طوری ببینی که انگار خودت داری باهاش رانندگی میکنی. ازت میخوام سعی کنی و فکر کنی که دست دادن به چرم فرمون چه حسی داره. ماشین چه بویی میده. صدا شبیه چیه. به سرعت سنج نگاه کن و بگو با چه سرعتی داری میرونی. منظره بیرون چیه؟ روزه یا شبه؟ و هنگام رانندگی با این ماشین بدن چه حسی داره؟ من باید همه اینا رو تصور کنم؟ کار زیادی میبره اما این یه ترفنده. تو میتونی هر چیزی که دلت میخواد رو طوری تصور کنی که مال خودت باشه. به همین سادگی و به همین سختی. همش با همه. من خودم رو تصور کردم که این تابستون میام به لنگستر. خودم رو توی این مغازه با پسرم دیدم. میتونستم تصور کنم که خورشید چطور به شیشه میخوره. دستم رو توی دستای نیل دیدم و پسر جوانی رو دیدم که داره با من حرف میزنه. من همه اینا رو توی ذهنم ایجاد کردم و بهشون واقعیت بخشیدم. خیلی قبل از برنامه ریزی سفرم. نمیدونستم چه جوری میخوام برم لنگستر اما باور داشتم که تابستون امسال توی لنگسترم. توی ذهنم از قبل اینجا بودم. پرسیدم من رو دیدی؟ خودم رو دیدم که دارم با یه پسر جوان وقت میگذرونم. اون موقع فکر میکردم اون پسر نوامه اما اینطور نبود. معلوم شد این تو بودی که باید باش وقت بگذرونم. میبینی جیم؟ من قبل از اینکه این سفر رو تصور کنم قلبم رو باز کردم. قلبم رو باز کردم و تصور کردم که جایی هستم که یکی به من نیاز داره اونجا باشم. بعد مطمئن شدم که این اتفاق میفته. اتفاقا همیشه اونطوری که ما فکر میکنیم پیش نمیاد. اما من فهمیدم که اونا دقیقا همونطوری که قراره رخ میدن. نمیدونم چرا قرار بود این مدت رو با تو بگذرونم اما میدونم که همیشه یه دلیلی وجود داره. میدونم که اگه قرار باشه با نوام وقت بگذرونم این اتفاق میفته. جیم، یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه وقتی دانش آموز حاضره معلم پیداش میشه. تو اونی بودی که حاضر بود. من هرگز چیز زیادی درباره زندگی شخصی روز نفهمیدم اما 45 سال بعد از این گفتگو متوجه شدم که روز توانست تابستان سال بعد یعنی سال 1969 را با نوه‌اش کورتیس در دریاچه ایزابلا 160 کیلومتر دورتر از لنگستر بگذراند. او جادوی خودش را انجام داده بود و شاید این اتفاق افتاد چون کورتیس هم مثل من حاضر بود. روز در آن روز مرا به خانه فرستاد و به من گفت که 3 ترفند اولی را که یاد گرفتم تمرین کنم. توجه ویژه‌ای به باز کردن قلبم داشته باشم و بعد فهرستی بنویسم از چیزهایی که میخواهم در زندگیم خلق کنم. ازت میخوام فهرست 10 تا چیزی که توی زندگیت میخوای رو بنویسی. به چیزایی که میخوای بسازی فکر کن. بنویس که میخوای چه کسی بشی و فردا اون فهرست رو با خودت بیاری. فکر میکردم میتونم 3 تا آرزو بکنم نه 10 تا. جیم، تو میتونی به تعداد ستاره های آسمون آرزو داشته باشی. اما فردا با اون 10 تا آرزویی که با خودت میاری شروع میکنی. روز قبلا هرگز به من تکلیف مکتوب نداده بود. اما من دقیقاً همونطور که او گفته بود فهرست را نوشتم. 1. بیرون نکردن من از خانه. 2. قرار گذاشتن با کریس. 3. رفتن به دانشگاه. 4. دکتر شدن. 5. $1,000,000 پول. 6. ساعت رولکس. 7. ماشین پورشه. 8. امارت. 9. جزیره. 10. موفقیت.